بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخوایم که با استفاده از علم حسابی که توسط موعود خداوند و در کتاب آسمانی ذالک الکتاب در اختیار ما قرار گرفته به تبیین و روشنگری مفهوم سوره قدر بپردازیم. سوره قدری که خداوند در آن میفرماید که شب قدر برتر از 1000 ماه است. حال ادامه میدیم تا متوجه بشیم که چرا دلیل برتری این شب چیه. در ادامه ما این مفهوم سوره قدر رو با استفاده از یکی از قوانین این علم حساب باز میکنیم. یکی از این قوانین و فرمول ها استفاده از جمع ارقام یک عدده. برای مثال اگه همین سوره قدر رو در نظر بگیریم، سوره 97 قرآنه که در آن خداوند میفرماید تنزل الملائکة و الروح فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی نازل میشوند ملائکه و روح در آن، یعنی در شب قدر، به اذن پروردگارشان برای هر کاری. پس شب قدر شبی بوده که ملائکه و روح از طرف خداوند مأموریت پیدا میکنن که هر امری رو که خداوند به اونها امر فرموده در روی زمین انجام بدن. حالا اگه قانون جمع ارقام رو برای همین ترتیب سوره قدر، این عدد 97 بخوایم اجرا کنیم، میایم دو رقم 97 رو با هم جمع میکنیم، یعنی 9 به اضافه 7 که میشه 16. سوره 16 قرآن سوره نحله که خداوند در آن میفرماید ینزل الملائکة بالروح من امره علی من یشاء من عباده. ببینیم که این دوتا آیه خیلی به هم شبیه هستند. یعنی نازل میکند ملائکه را با روح از امرش بر هر کسی از بندگانش که بخواهد. پس یکی اون امری بالا فرمود که در سوره قدر من کل امر، اینجا میفرماید که بر یکی از مهمترین امرهایی که خداوند، یعنی مهمترین کاری که در اون شب انجام شده، این که ملائکه و روح بر یکی از بندگان خدا نازل شدند. دلیل اینکه نازل شدند میفرماید ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون، که هشدار دهید همانا نیست خدایی جز من، پس تقوای مرا داشته باشید. مشخص میشه که در شب قدر یکی از بندگان خداوند برانگیخته شده و مبعوث شده. پس دلیل اهمیت این شب قدر این بوده. اما مشخص نیست که این بنده چه کسی است. اگه همین قانون جمع ارقام رو باز ادامه بدیم، یعنی برای سوره ترتیب سوره نحل که 16 است، دو رقم آن رو دوباره با هم جمع میکنیم. 6 به اضافه 1 برابر 7 و سوره 7 قرآن سوره اعرافه. این سوره یکی از سوره‌ایه که دارای حروف مقطعه یا رمزه. سوره اعراف با رمز الف لام میم صاد. اگه بخوایم یکی از معانی این رمز سوره اعراف رو باز کنیم که با استفاده از همین علم حسابه، میبینیم که این رمز از ترکیب دو رمز دیگه قرآنی تشکیل شده. رمز الف لام میم به اضافه صاد، که این دوتا رمز جداگانه در دو سوره یا چند سوره دیگه قرآن اومدن. رمز الف لام میم برای اولین بار در سوره بقره اومده که در ادامهش میفرماید ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، یعنی اشاره میکنه در سوره بقره، همون ابتدای سوره بقره، به نام کتاب موعود. و رمز صاد هم که ما رو رجوع میده به سوره صاد، سوره 38 قرآن که در آن میفرماید صاد و القرآن ذی ذکر. این رمز صاد در واقع اشاره است یا تشکیل شده از 3 حرف ابتدای نام صادق که همون موعود است و به یه نحوی اشاره میکنه به نام موعود. فعلا تا همینجا بپذیرید که این حرف صاد اشاره است به نام موعود. در کلیپ های دیگه این میخواد که این مطلب به طور کامل باز بشه. پس تا اینجا میبینیم که رمز سوره اعراف همزمان اشاره میکنن به ذالک الکتاب و نام
موعود. پس تا اینجا مشخص میشه که یک نفری که مبعوث شده در شب قدر دارای یک کتابیه به نام ذالک الکتاب و نام صادق. اما باز کردن و اثبات این مطلب باز کلیپ های خیلی بیشتری میخواد که با استفاده از این علم حساب ما اونا رو معرفی کنیم. در ادامه اگه بخوایم به همین سوره های نحل و اعراف توی قرآن رجوع کنیم، در سوره نحل میفرماید اتا امر الله فلا تستعجلوه، آمد امر خدا پس طلب عجله در آن نکنید. امر خدا چی بود؟ همون امری بود که ملائکه و روح من کل امر اومده بودن در شب قدر. خدا در این آیه میفرماید که آمد این امر. میدونسته که مردم در آن زمانی که موعود میاد یکی از دعاهاشون این بود طلب تعجیل در امر ظهور موعوده. در واقع خداوند در این آیه ما رو نهی کرده از این کار. در ادامه میفرماید سبحانه و تعالی اما یشرکون، پاک و منزه است و برتر است از آنچه که شریک اون میسازند یا شرک میورزند. نشون میده همین کسایی که طلب عجله در کار ظهور میکنند در واقع همان مشرکانند. این یکی از نشانه هاشون مشرکان که دعاشون طلب عجله در کار خداست یا در امر ظهوره. جالب اینه که تاریخ ظهور در همین کلمه عطا خداوند به یه نحوی قرار داده. عطا یعنی آمد. این عطا اگه ابجد اون رو حساب کنیم حرف یا میشه 10 ابجدش، تا میشه 400 و الف هم 1، مجموعاً میشن عدد 411 و با احتساب ابجد حرف غین که سرآغاز تاریخه و ابجدش هزاره با همدیگه سال 1411 رو به دست میدن که معادل 1369 شمسیه و همون سال ظهور موعوده. حالا این که اینو فعلا سربسته بپذیرید تا در کلیپ های دیگه باز این تاریخ که بارها در قرآن تکرار شده به شما نشون بدیم. در ادامه اگه سراغ سوره اعراف بریم میفرماید الف لام میم صاد که گفتیم این همزمان هم به نام کتاب موعود که ذالک الکتابه و هم به نام صادق داره اشاره میکنه این رمز. در آیه 2 میفرماید کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه، کتابی نازل شده است به سوی تو پس نباشد از آن در سینه تو حرجی و تنگی. اینجا با خود موعود و اون شخصی که برانگیخته شده خداوند داره صحبت میکنه. میفرماید این کتابی که به تو نازل شده برای این نیست که بر تو فشاری وارد بکنه و سینت از اون تنگ بشه. این برای اینه که لتنذر بهی و ذکری للمؤمنین، یعنی این کتاب برای اینکه شما به وسیله اون هشدار بدی و ذکری باشد و پند و یادآوری باشد برای مؤمنان. در آیه 3 میفرماید اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. آیه 3 در واقع خداوند با مردم داره اینجا مخاطب صحبت میکنه. میفرماید که پیروی کنید از آنچه که از سوی پروردگارتان از طرف پروردگار به سوی شما نازل شده است. ولا تتبعوا من دونه اولیا، و پیروی نکنید از غیر از آن از دیگر اولیا، یعنی کسایی به اسم اولیاء الله، ولی فقیه، ولی امر مسلمین و هر گونه افراد دیگه. خداوند میفرماید که از اونها پیروی نکنید بلکه از کتاب‌های خدا و کتاب‌های نازل شده که یکیش همین ذالک الکتاب برای باز کردن مفاهیم قرآن نازل شده، در واقع از اینها پیروی کنید. و در ادامه همین آیه میفرماید که قلیلا ما تذکرون، یعنی عده بسیار کمی پند میگیرن از این گفته خداوند. یعنی مردم همچنان ادامه میدن به پیروی کردن از همون ولایت‌های موجود. پس با بررسی این دو سوره، همین دو سه تا آیه ابتدای این دو سوره، ما دقیقاً شرایط محیطی و
رفتارهایی که مردمانی که در زمان ظهور وجود دارن و به خوبی خداوند اینا رو باز کرده و اصلا نشانه ها رو داده. در سوره نحل فرمود که اینا طلب عجله در امر ظهور میکنند و اینها مشرکند. و در همین سوره اعراف هم میبینیم که به جای اینکه از کتاب و آنچه که نازل شده از سوی خدا اینا پیروی کنند، میرن دنبال ولایت های دیگه‌ای و پند نمیگیرن از کتاب خداوند. پس تا اینجا خداوند به زیبایی حجت رو به مردم تمام کرده، یعنی قشنگ نشانه ها رو ذکر کرده و ما با این قانون جمع ارقام مفهوم این سوره قدر رو تا یه حدی باز کردیم. تا همینجا بحث و پایان میدیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.